بار دیگر سلام و درود نثار یکی شما زبان آموزان ارجمند. معذرت که افیر قطع شد. دوباره از سر گریان کردیم بگیم. خب اگر نفر باشد میگفتیم که آواز چخیل است، چون که نو پیشکی افیر گیران کردیم باز قطع شد. خیلی معذرت زیاد. چرا از گفتن این حق میترسید؟ افیر با گمانم پرت افت. بله معذرت زیاد. کمیت شما رو خونده سادم که افیر پرت افت، یعنی قطع شد. خیلی آواز خوب است، خوب باشد بهترین. بار دیگر خوش آمدین برادر. چرا از گفتن این حق میترسین؟ خوب هستین؟ تنجین؟ خب که باشد. خب برای دوستانی که چرا از گفتن این حق میترسید خوش باشد استاد. امیدوارم شما هم خوب باشین. شکر خدا خوبیم. تنجیم الحمدلله. تنج خوب. در افیر یکی از برادران خوب و آگاه هستین منظوری ما را، مقصدی ما را. یک کمی بگم که ناعدالتی شد و شما صبر را پیشه کردن، اخلاق خوب نشان دادین، یعنی بهترین رفتار را کردین و این اخلاق و این رفتار مبارکتان باشه. البته یک کمی کمبودی از اون طرف شدن. خب دیگر نمیخوایم در اینجا نامشون را ذکر کنیم و نمیخوایم که در کدام موضوع بود. فقط به شما تشکر گفتنی است. همین قدر مقصدم، همین قدر است. یعنی نمیخوام یعنی شروع کنیم به غیبت نفری یا که کسی مثلا یا کاناله. فقط برای شما تبریک گفتنی است. یعنی استاد و افیر تو آخر ناعدالتی بود، صبر کردن نتونسته برآمدیم. منم یکم تردیدم که دیگر یعنی مناسب نیست بگیم برآمدیم. وگرنه همین برنامه های سوال جوابی را بسیار دوست می‌دارم. یعنی سوال جواب خودش ذهن انسان کشوده میگردونه، معرفت و جهان بینی انسان بالا میبرداره. یعنی خیلی برنامه ها را دوست می‌دارم. خواستم که اشتراک کنم که دیگر نصیبی دوام دادن نشد. دلشاد تیجه السلام علیکم معلم جون. چورم لایک چون دارین معلم. شکر خدا. خوب تنج و علیکم سلام. دلشاد جون خوش آمدین. شما چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ سلامتون خوبه؟ چرا از گفتن همه درزه؟ بله راست. خوب خیلی مرخص شد. بلکسی السلام علیکم معلم. پنجم لایک و علیکم سلام. خوش آمدین برادر عزیز بلکسی. دلشاد تیجه رحمت معلم. ما هم ساز هستیم. خب بهترین. راستی میگم درس آغاز کنیم. یک کمی هیبت هیجان فرا گرفته است من. یعنی چگونه که چرا از گفتن حق گفتن که یعنی رشته تاریخ را ختم کردن فکر میکنم. یعنی دانشگاه یعنی ختم کرده دانشگاه هستن و در پیش خیلی انسانو
راستی جرأت پیدا نکردیم که درس سر کنیم درس زبان روسی را و برای نویادگیر هستم و اینچنین بلکسی و دلشاد نیز یعنی فکر میکنم که خیلی خوب میدونن زبان روسی را و در پیش اینها هم جرأت پیدا نکردیم که درس سر کنیم دیگه نمیدونم سرش کنیم نکنیمش خب یعنی این درس ها برای آدمای نو یادگیرن یعنی کسانی که نو میخوان که زبان روسی را یاد بگیرن دسترخوان زیبا سلام و علیکم سلام خوش اومدین دسترخوان زیبا شوکت اوازوف سلام پنجم لایک و علیکم سلام خوش اومدین برادر شوکت اوازوف تشکر برای دستگیریاتون که در افیراتون دستگیری میکنین همیشه صحتمند سلامت سربلند باشین رحمت کلام برادر عزیز شوکت خب چرا از گفتنی همه ترسی استاد ما همگی 2 سال از تحت دل خواندم بعد اونه که ناعدالتی زیاد شد از جانب استادا دلم ماند فرما نه کبی ملال درس سر کنید خب انشاءالله خورشید جون عبداللهیف سلام اکا سازین خوبین سلامتی خوبه و علیکم سلام شکری خدا سازتین شما سازین خوبین خوش آمدین просто معروف دیجی просто معروف دیجی 2020 سلام و علیکم سلام خوش آمدین برادر معروف لکسی خاک اگر نخواهید نیایم با درس نه خینسته نه مقصد میخینه بود مقصدی که یعنی در پیش آدمایی که میدونن دیگه دیلوگ نمیشیم که گپ زنیم لیکن اگر یعنی اجازت باشه شما سرش میکنیم اگه جای خطا کردیم خبر میکنیم خورشید جون عبداللهیف هفتم لایک که میشه ساز خودتان سازین شکری خدا ساز تینج تشکر برای لایک گذاشتنتون برای لایک و دستگیری خب بلکسی اکا ما برای دستگیری میم سلامت سربلند باشیم بلکسی خب دوستانی که زنده باشی بچه سلامت باشیم برادر معروف دوستانی که یعنی باری اول هستن در درس‌های ما اشتراک میکنن یا اینکه من بعد ویدیوهای ما را بگیم که میبینن یکم بار برای اونها میخوام که یک تذکری باشد که یعنی درس های ما برای نوآموزان هستند و از کتاب Дорога в Россию ادامه دارن یعنی учебник русского языка элементарный уровень یعنی از سطح ابتدایی بگسی اکا ایمو یگم خطاگی باشد بخشش که نه هیچ خطاگی نیست اما تنجای یعنی از کتابی یکمش هست یعنی این کتاب فکر میکنم یا 2 یا 3 مجلد کتاب است یعنی ما در کتابی یکمش قرار داریم خب در درس های گذشته یعنی از درس 1 شروع کرده بودیم یعنی урок первый یعنی از درس یکم ادامه یافت تا صفحه چند باشد تا صفحه 5 بود با فکرم تا 6 بود است تا 6 بخشش تا صفحه 6 بود است تا صفحه 6 بود است و یعنی چگونه که گفته بودیم اینجا فقط طرز خواندن کلمه ها هست معذرت کلمه نه بلکه هجاها هست یعنی شاید یک درس یا 2 درس بعد الکی در کلمه ها با پرگی وارد شویم الکی از اینجا با پرگی وارد میشیم بله یعنی از همین درس شاید که در اخیرش در کلمه با پرگی وارد میشیم پروست معروف شما ای کجای در غریبی ایلی در وطن هستین در غریبی در مهاجرت مهنتی برادر معروف بلکسی اکا من امروز کامنتاری نوشتم جواب نداده در کجا نوشتین کامنتاری خیلی معذرت خب بازی در دیگه کانال حضور دارم در کانال اساسی بودم حتما نگاه میکنم کامنتارتون و حتما جوابتون میدم خب خب در اینجا فرقیت بین ت و د و ف و و است دسترخوان زیبا ما همه جاییم تشکر زیاد دسترخوان زیبا
یعنی طرز تلفظ د و ت و د لکسی در درس ترکی. همین درس ترکی درسی گذشته بودم اینا دیروزه. حتما انشالله بعد از افیر نگاه میکنم و جواب میگردم. دلشد جی معلم اگر ایمو یگون کاری خطاگی باشد بخشش. نه هیچی کاری خطاگی نیسته. همه طوری است، همه خوب است. فقط برعکس از شما دستگیری زیاد است، یعنی که ما رو دستگیری میکنین چی با آمدنتون، حضور پیدا کردنتون، با لایک گذاشتنتون و با بعضی کلمه ها رو نمیفهمیم، یعنی یاردن میکنین. مثلا از شما خیلی مینادار هستیم. دسترخوان زیبا. سلام علیکم با شما سازید. خب گفتن فرقیت بین ت و د، یعنی تا، دا، تو، دو، تو، دو، ت، د، تی، دی، تا، تو، دا، دو، تو، دو، ت، د، تا، تو، ت، تی. تی یعنی با فیلم ترجمهش کردم در درس گذشته، یعنی معناش تو. دا، دو، د، دی. تا، دا، دم. تو، دو، دوم. دوم یعنی خانه، منزل، بنا. تو، دو، ایدو یعنی آمده استم، یعنی از کلمه ایتی است. یعنی تی، دم. دم یعنی همون دود. یعنی توم، دوم، تم، دم، تون، دون، توا، دوا، توت، دود. یعنی بعضی کلمه هایی که در اینجا هستن در درس گذشته ترجمه شون کردگیم. فکر میکنم نیاز به ترجمه ندارم، یعنی درس گذشته، یعنی درس دوم. خب در اینجا باشد فتا، فتا، فوتو، فتو، فوتو، فتو، فتی، 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 ودا، ودا، ودو، ودو، ودی. خب اوچای سمیه خون اومدن. خیریت یک بار اسپید کردم. خوش اومدین اوچای سمیه خون. چی حال دارین؟ خوبین؟ تنجین؟ اکبر رحیمов. السلام علیکم به همه آدمانی افیر. و علیکم سلام. خوش اومدین برادر اکبر. و در اینجا باشه تمرین یا که مشقی حرفی ل است، یعنی تلفظی ل باید که زبانی ما شما عادت کند. مثلا لا، لو، لو، لی. لا، لو، لو، لی. لا، لو، لو، لی. لام، لوم، لم، ویل. خب مال، مول، مول، میل، بیل. خب بیل ترجمه کرده بودیم در درسی گذشته، یعنی بود. میل یعنی شوست، یعنی فعلی زمانی گذشته است، یعنی прошедшее время. خب در اینجا باشد نا، لا، نلا، نو، لو، نو، لو. ما، لا، ملا، مو، لو. ما، نا، لا، مو، لو. خب در اینجا باشد یعنی این شخص، یعنی الو گفته شده است. الو در بسیاری زبان ها یعنی الو استفاده می شود. الو. اما در فرهنگ روسی تاجیکی دیدم الو را ترجمه کردن یعنی لبای. یعنی که مثلا گوشم به شما. خب اما در بسیاری زبان ها همون الو استفاده می شود. لامپا یعنی چراغ رو میگن لامپا. خب در اینجا میگه پیشیت نویسید، یعنی حرف ل رو نویسید، هم با حرفکی هم با یعنی هیجو. و در اینجا باشد کلمه لامپا و الو. خب یک نظر با کامنتر کنیم. دسترخوان زیبا. خوش آمدید اپا جون سمیه. اوچای سمیه خان ساز. نقل معلم. چرا از گفتن حق میترزید؟ علیکم سلام. اوچای سمیه خان. دسترخوان زیبا. خوش باشین. شما چه خیلی نقزین. دسترخوان زیبا. و علیکم سلام. خوش همه کس هست. دسترخوان زیبا. خدا را شکر ساز. شما چه حال دارین اپا جون سمیه؟ خب اکبر رحیمов. در کی ساعت در کار پلیلیستوشا میمونم، لیکن پول قطعی.
خب میگم کسی در اگر لازم باشد مرحمت پیشنهاد کنین برادر اکبر تماشا میکرد از پولاکی. یعنی پولاکی نرخش می نویسیم خوب میشه که یکون کس مثلا طلبگار باشه یا که ما مثلا فرمایش میتیم یا که زکس میکنیم. یعنی چخیل است نرخ نبود چخیل است یعنی ساعت هکی تماشا میکنیم که از روی ویدیو یا چند ویدیو یا که چخیل است یعنی نرخ نامتون پیشنهاد کنین شاید که یکون کس باشد. خب که جوشید کامنتر در چیز بالا میروه در تلفن بالا میروه در که ساعت ایره خوندیم و چه سومه خونده سر خوندی با خوش خدا با شکر ما هم نغز همه وقت ساز باشیم پروسته معروف در جمعه ساعت در کارهای کمه. خب این یک از در کار بود است که کی بود از اینجا اعلان کرد؟ برادر اکبر. چرا از گفتنی حق میترسید؟ عیب است برای پلیلیست پولگیری. خب دیگر پیشنهاد کردیم در سرخوزی با رحمت دفعه جون سمایه. حاکم جان فرخوری خوش آمدین 11 لایک باباگی. تشکر زیاد حاکم جان فرخوری سلامت سربلند باشین. السلام علیکم گفتستیم و علیکم سلام. چرا از گفتنی حق میترسید اکای فرخوری خوش کلیپسیز. بله خوش کلیپسیز hoş geldiniz добро пожаловать welcome خوش آمدید. خب آزر شکر میخشم میدونیم. خب اکبر برادر برو آمدین اینجا یه نفر پرسیده سه باشه برو یعنی میمونده چطورتونه نامتونه خوب میشید. راست میگوی براتی نرم سخنی حق گفتی بسیار آدم ها میدونه ماده نشان نمیتیه ایوری نمیتیه دستگیری نمیکنه میگه برادر رو همون کاغذ آدم برآوردگی ای یک جای سو نمیتیستد قدر آدم نباشه. سلامت باشیم معلم شما سلامت سربلند باشین. خب برادر اکبر همونجا باشین برادر معروف گفته بودن که دم در کاری نمیسین. خب در اینجا باشد صحیفه 7 رو تمام کردیم. اکنون صدانوکی ا دا آمدیم. صدانوکی ا یعنی در اینجا حرف ف رو اگر دیدسته باشین یعنی ف فونتیکا می شود. فونتیکا یعنی فونتیکا یعنی همون صوت شناسی را میگن. صوت شناسی آواز شناسی علمی صوتیات. خب هجاهایی که در اون ا جای گرفته است مثلا هجای تام یعنی این هم یک کلمه هست و هم یک هجا است مثلا یعنی تام چخیلی ترجمه کرده بودیم اونجا می شود اینا یعنی نامی دخترانه است و در این بین قوس طرز خواندن رو آورده است یعنی اینا یعنی ادارینیه یعنی علامت زده در حرف ای است و در اینجا نگاه کنیم که در طرز نوشت دو تا ان دارد اما در وقتی خواندن یک ان میگوییم یک ان استفاده میکنیم یک نه استفاده میکنیم یعنی اینا. خب صدانوکی او یعنی گاه ا خوانده میشد گاه او خوانده میشد اما اگر کلمه یک هجا باشه او خوانده میشد مثل دوم یعنی خانه منزل بنا و اگر چند هجا باشه پس اون یکان قاعده معین ندارد یعنی تا حال یکان قاعده معین ندیدم یعنی در اینجا اما در کتاب‌های ابتدایی سطح ابتدایی یک ادارینی که همون علامت زده رو در بالای همون هجایی که کشیده می شود در بالای همون میمونن. اما اگر ادارینی در بالای او نباشد پس ا خوانده می شود یعنی در اینجا ادارینی در بالای او نیست پس ا میخونیم مثلا انا خب یعنی انا ادارینی در ا است یعنی انا یعنی وای مثلا دختر وای زن مثلا
مهم موضوع درسی اینجا یعنی طرز تلفظ در بین قوسین جایگیر شده است. خب یک لحظه دوستان. و در اینجا باشد کلمه ماما. ماما ادارینی در یکم هجا است. ماما ماما. پاپا 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 یعنی ادارینی در کدام هجایی که ایستاده باشد همون هجا یک کمی از هجای قبلی یا که از هجای بعدی یعنی بلند تلفظ کرده میشه یا که دراز کشیده میشه، یعنی کمی، یعنی زیاد نه. مثلا ما نمیگیم که ماما ماما، یعنی نمیگیم ماما ماما ماما. و اینچنین ماما نیز نمیگیم ماما ماما. وقتی ماما میگوییم خیلی برای کودکان میگیم ماما بیا ماما بخور، یعنی وای الکی هجو در دویم ادارینی در دویم هجو میاد، یعنی ماما. اما در اینجا ادارینی در یکم هجو است. ماما ماما. ولوگ دیل اتجاه. سلام علیکم ادمین سازین خوبین انشاءالله. بخشش در افیروی شما نیستیم. تلفن هم میمونم без звук کار دارم. خب تشکر زیاد اپای دیلیا. سلامت سربلند باشین. 12 لایک. تشکر زیاد. پاپا پاپا یعنی که الو 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 الو، یعنی در اینجا نگاه کنیم یک تا ال است، یعنی الو الو نمیگیم الو الو الو. خب فوتا 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 یعنی همون یعنی صورت رسم. ودا 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 یعنی ادارینی در هجوی آخر اون است ودا. اما اگر در هجوی اول مونیم پس غلط می شود، مثل вода 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 вода. خب сравните یعنی مقایسه کنید، مقارنه کنید، یعنی اینه با این قیاس کنید، یعنی که کدومش چی نوشته شده است. مثلا مقایسه کنید، یعنی اون انا اون انا. در اینجا نگاه کنیم که چرا او تغییر نیافت، یعنی او شد، یعنی اون هم می نویسیم و هم می خونیم اون. اما در دیگر جانشین نگاه کنیم دیگر کلمه را، مثلا انا نوشته شده است اما انا می خونیم. برای چی؟ به خاطری که هر کلمه ای که از یک هجا عبارت است و در اون حرف او هست پس او خوانده می شود، تغییر نمی یابد. اما هر کلمه ای که در وی حرف او است اما ادارینی در او نیست، در دیگر کلمه در دیگر صدانوک است، پس اون او ا خوانده می شود. مثل اینکه در اینجا نگاه کنیم ادارینی در هجای در صدانوک دوم است، یعنی صدانوک اول در اینجا او است و صدانوک دوم ا است، یعنی پس این او ا خوانده می شود. انا 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 انا. خب وات نگاه کنیم در اینجا یک هجا است، پس همون وات خوانده می شود، دیگر وات خوانده نمی شود. ودا 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 ودا، یعنی در اینجا نیز یعنی نگاه کنیم او نوشته شده است اما ا می خونیم. برای چی؟ به خاطر که ادارینی در یعنی هجای دوم آمده است، در هجای یعنی در هجایی که حرف او است در اون نآمده است ادارینی. وات ودا وات ودا یعنی ترجمهش می شود انا او، ودا یعنی او. خب слушайте, повторяйте, читайте, یعنی گوش کنید، تکرار کنید و بخوانید. در اینجا یک چند کلمه آورده است، اینها رو فکر میکنم که زیاد شد ترجمه کردیم و میدونیم. خب یک بار برای همچون در ثبت بیاید میخوانیم شون. اون وای تام اونجا، دوم یعنی منزل خانه، توت اینجا، تی تو، می ما، وی شما. و اینجا یک موضوع دیگر است که موضوع ادارینی است. نگاه کنیم یک خط هست و در بالاش یعنی علامتی زده، یعنی یک خط معنی چی دارد؟ معنی که یک هجا است، مثلا یک هجا. پس وقتی که کلمه از یک هجا عبارت باشد در وی دیگر ادارینی نمیمانند. خب در وی ادارینی دیگر نمیمانند، مثل آن، تام، دوم، تو، تی، می، وی.
اما وقتی که کلمه از چند هجا عبارت باشد، یعنی 2 هجا، 3 هجا، 4 هجا، مثلا 5 هجا و گاه 6 7 هجا هم می شود. یعنی پس در اونجا در کتاب های ابتدایی ادرینی رو میمونن. مثل اینکه در اینجا نگاه کنیم کلمه های 2 هجا هست و ادرینی در هجای یکم است. ایتا، ایتا، فوتا، فوتا، ماما، پاپا، لامپا، آنا، آلا، آلا، آنا، لامپا، پاپا، ماما، فوتا، ایتا. خب یعنی ایتا این، فوتا رسم، ماما اوچا، پاپا دادا یا پدر مثلا، لامپا چراغ، آنا و آلا نامی دخترانه است، نامی روسی دخترانه. و در اینجا نیز کلمه ها 2 هجا هستند و علامت زده در هجای دویم است. یعنی لونا، 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 یعنی لونا نمیگیم، لونا میگیم، لونا یعنی ماهتاب. ایوان خب نامی مردانه است، نامی روسی مردانه. ایوان، ایوان، ایوان. انتون، انتون، انتون. انا، 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 انا. ودا، ودا، ودا. خب یعنی در اینجا هجای دویم کمتر کشیده میشد، اما در این خطور هجای یکم کمتر زیاد کشیده میشد. خب ایتا ایوان یعنی این ایوان است. ایتا ماما، ای پاپا یعنی اینها پدر و مادر هستند، یعنی کمون. خب ای در اینجا و میشد، یعنی اوچا یا دادا یا کمون مادر و پدر. ای و میشد، و پدر. خب در اینجا یک موضوع نو است، موضوع اینترنت. اینجا را خوب میشد که از درس دیگر آغاز کنیم، از اول درس، چون که دوست می‌دارم که موضوع هایی که مهم هستند در اول درس باشن خوبتر میشود. و در اینجا یک چند 2 فعل تقریبا تصریف کردگیم برای شما پیشکش می نمایم. تصریف فعلی شستن، میت، شستن، میت در زبان روسی. NSV یعنی NSV می شود نسیورشنی وید می شود. خب این سیورشنی وید، نسیورشنی وید یک موضوع خیلی واسع است. در یکی از درس ها میاد در همین کتاب خواهیم گذاشت. حاضرش همین قدر فهمیم که مثلا میت از جمله فعل های نسیورشن وید هستند. یا مل یا ملا یعنی برای مرد و زن. یا مل برای مرد یعنی من شستم، شستم مثلا. یا ملا یعنی برای زن. تی مل یعنی تو شستی، تی ملا یعنی تو شستی برای زن. اون مل، انا ملا، оно мило, мы мили, вы мили, они мили. خب я мою, ты моешь, он моет, она моет, оно моет. Мы моем, вы моете, они моют. Я буду мыть, ты будешь мыть, он, она, оно будет мыть. Мы будем мыть, вы будете мыть, они будут мыть. یعنی فعل امر پاولیت نکلنینیه، حالت امریانه. برای یک نفر باشه موی میگیم، موی یعنی بیشو. برای جمع باشه مویته، یعنی مثلا زیادتر میگن که یعنی مویتی روکی، یعنی دستانتون رو شوید مثلا. خب лекции я здесь и я слушаю урок. Огромное вам спасибо в лекции. Дастархон зебо беҳтарин лекции. Семия Теҷев Расӣ. Салому алейкум. Ва алейкум салом. Хуш омадед Семия Теҷев Расӣ. Ташаккури зиёд барои омадантон. خب در اینجا همین فعلی که سراونیت نام در کتاب گرفتیم، اینجا سراونیته، اینجا فعل امر برای شکل جمع استفاده می شود، سراونیته. Семия Теҷев Расӣ 13 лайк. Семия Теҷев Расӣ, хуш бошед муаллим, саломат бошед шумо низ. лекси раҳмат пайда сархони зебо. خب برای فعل چی را گفتیم؟ تصریف فعل مقایسه کردن، سراونیت یعنی در زبان روسی. این فعل نیز NSV است، یعنی نسیورشن وید است.
خب یا سراونیل یعنی من مقایسه کردم، یعنی برابر کردم، مقایسه کردم. یا سراونیل، یا سراونیلا، ти сравнил, ти сравнила, он сравнил, она сравнила, оно сравнило, мы сравнили, вы сравнили, они сравнили. Инҳо буданд замони гузашта. Аммо замони ҳозира, настоящее время, я сравню, ты сравнишь, он сравнит, она сравнит, оно сравнит, мы сравним, вы сравните, они сравнят, я буду сравнить, ты будешь сравнить, он будет сравнить, она будет сравнить, оно будет сравнить, мы будем сравнить, вы будете сравнить, они будут сравнить. خب این بود زمانی آینده. اما حالت امر یعنی وقتی که یک کس رو میگیم که مقایسه کن، سراونی اما برای یک نفر، اما برای شکل جمع باشد سراونیته مقایسه کنید، سراونیته. خب تا اینجا فکر میکنیم روزش کفایه است و از درسی آینده از موضوع نو آغاز میکنیم. خب یکم کس اگر یکم سوال پیشنهاد یا یکم خطاگی ما را اصلاح کردنی باشد مرحمت به جان و دل گوش میکنیم. مرحمت بفرمایید، وقت به شما داده می شود. دسترخوان زیبا، علیکم سلام، خوش آمدید. سمیت جا خوش باشین، زیبا جان سوزین خوبین. دسترخوان زیبا، سلامت باشین. بلکسی خوش آمدین. اپای سمیت جا دسترخوان زیبا، خدا را شکر ساز شما چی شد دارین. اپای سمیت جا خوش باشین. بلکسی سمیت جا شکرانه خوب، شکری خدا، شکری الله خوبم، رحمت جانم، دلشاد جا همه خوش آمدین، سلامت باشن. دلشاد جا بلکسی خوش آمدین. اکای دلشاد. ادیب لایک، تشکر زیاد. ادیب سمیت جا ورسی خوش باشین. دلشاد جا خوش باشین. فرهاد جان دلشاد جا معلم خیر، خداحافظ. خب خدا نگهدار دلشاد جا، تا درس های نوبتی در امان خدا باشین. خب دیگر دوستان اگر یکم گفتنی نباشن، یکم سوال و پیشنهاد، یکم گفتنی نداشته باشن، در همینجا میخوایم افیر امروزه رو به انجام برسانیم و تا باز امروز چهارشنبه از چهارشنبه پگاه باز زبانی انگلیسی است. یعقوب جان اومدن. سلام علیکم برادر جان، دیر کردم. و علیکم سلام، هیچ گپ ندارد، خوش اومدین. هر وقت که وقت یافتین مرحمت کنین. آشخانه با بسم الله اومدن. سلام علیکم. و علیکم سلام، خوش اومدین. آشخانه با بسم الله. آشخانه با بسم الله و فکرم که 1000 شده، نه؟ یعنی یک نفر گفت که آشخانه با بسم الله، یعنی انکترش همسرم گفت که یعنی آشخانه با بسم الله 1000 شدن. خب ما چی را کپی کردیم در اینجا؟ آشخانه با بسم الله درس تمام، متاسفانه یا که خوشبختانه درس تمام شد. آشخانه با بسم الله. او 1000 گذاشتین کو. تبریک آشخانه با بسم الله. خب بلکسی خوش آمدین. اپای آشخانه یعقوب جان بلکسی خوش باشین. آشخانه با بسم الله بلکسی خوشبخت باشید. دسترخوان زیبا، خوش آمدین اپای جان آشخانه. خب یعقوب جان گفتن شما هم قریب 1000 شدیم، ولی ما خیلی دوریم، شاید 3-4 ماه بعد 1000 میشیم. و اما 80 میبره با میفرمه. خیلی خدا کنه که تیستر 1000 شم افیر یوتیوب شده شود. خب اینجا بلکسی گفتن که در درسی ترکی کامل نویسیم بینم که
دایجا نوشته بودن. سلام اکا، حاضر من با کامپیوتر پلیلیست های شما را میمونم. بعد شما بینید که به شما ساعت می آید اکا. 3 بار شد که پلیلیست های شما را میمونم، حساب نمیشوند. بلکسی تشکر زیاد برای دستگیریتان. اما امروز دیده بودم راستی 1998 بود. امروز هم دیدم 1998 بود و فکرم که وقتی پلیلیست تماشا میکنیم با فیلم یک روز 2 روز بعد میاد، یعنی شاید 2 روز بعد بیاد. به هر حال تشکر زیاد که بلکسی یعقوب جان نه انشاءالله میشه کم ماند انشاءالله. یعقوب جان مایل خیر در پناه الله باشین. من رفتم برادرم مایل خوش آمدین که برادر یعقوب جان ما هم افیره به انجام رساندنیم. باشخانه با بسم الله رحمت چه شما میلیون شوید انشاءالله انشاءالله. نصیب بلکسی تبریک اکا به نزدیکی 1000 می شود. کانالو انکی در 1000 می شود انشاءالله انشاءالله. نصیب امروز این 803 شدیم. 803. خب دیگر دوستان در اینجا خداحافظی میکنیم. تشکر از همتون برای اشتراک و آمدنتون و انشاءالله باز فردا ساعت 8 و میخریم. موفق و مؤید سربلند باشین. огромное вам спасибо. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. بلکسی اکا من همین روز ای سحر تو عصر موندم شاید که فردا زیاشم. بله انشالله فردا میاید خبری خوش میاد انشالله که یکی میبینید 2000 گذشته انشالله. رحمت کلام بلکسی برای دستگیریتان. خب دوستان در همین جا خداحافظی میکنیم. انشالله باز در تماسیم در یعنی افیرهای آینده باز با میخریم. آشخانه با بسم الله و شب خوش. بر شما نیز شب خوش. بعد از 10 ثانیه اگر یگون کس یگون چی ننویسد بعد از 10 ثانیه افیر قطع میکنم. دسترخوان زیبا منم موندم. پلیلیستتونم علیم. سلامت سربلند باشین. تشکر زیاد دسترخوان زیبا. خب بعد از 10 ثانیه قطع میکنیم. خب افیر قطع میکنم.